روزی 8 марта روزی عید مادران و بانوان میگن بهترین زور. در یک مغازه بودیم. یک کس خرید کرد 613 سوم با زنگ زد جان با فلان جا برو پدرکت گیر. و بعد من با یک بچه دیگه بود. اکا گفت من مخلصی خودتم. گفتم زنده باشی. گفت یه صورت گرفت. گفتم گم نیستی. نگی در دستش دم پدرکت داره. گفتم چند سوم ده خرید کردی؟ گفت 816 سوم با خرید کرده. این قند ازم گفتم یا البته را با مادر خرید کردی یا با همسرت خرید کردی. گفت روز شگفت زنم من نه با مادر من نه با همسر من با عروس من خرید کردم. من یوشم گفت لیکی زندگی کم کم پیرم کرده. من گفتم که پدر و مادر ده کجان؟ گفت در دهود. گفتم چی خریدی یکم با مادره؟ گفت اوزی فکر نکردم چی بخرم با مادرم. با من گفتم که برادر جون خوب میشه که هم عروست بخریدی خوب کردی لیکن همین تقسیم میکردی خوبتر میشد. دیگر هیچی نگفت. منم دیگر هیچ نگفتم. بدون جوانمردی چی است؟ جوانمردی همین که اول به قدر اویلای خود میرسید. شما باید درک کنید که عزیزترین شخصاتون کیا هستند. در وقت مشکلات کی قدم همراه شما میمونند. خرج اول برای هم میکنید. البته تو حق داری به کسی خرج میکنی اختیاری تو است. لیکن از یاد نبرو خرج اساسی به نزدیکترین شخص باید باشد. برای چی؟ با اون خاطری که اونها در غم شادی تو همراه هستند. به اینم مادر ارزش همه چیز رو دارد. عید مادران مبارک برادرها.